سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من کیانر هستم و داخل این ویدیو قرار با هم گفتار 2 فصل 6 زیست دهم رو به صورت یک خلاصه نموداری مفید و با سوال مرور کنیم. داخل گفتار اول فصل 6 دهم ما با هم سلول گیاهی رو خوندیم که تفاوت‌هاش با سلول جانوری چیه و از این موارد. داخل گفتار دوم قرار با سامانه‌های بافتی گیاهان آشنا بشیم که همونطور که ما توی بدنمون یه سری بافت داریم، برای مثال بافت ماهیچه‌ای، بافت چربی، بافت عصبی، توی گیاهان هم یه سری سامانه هست که به 3 نوع سامانه پوششی، سامانه زمینی و سامانه آوندی تقسیم بندی میشن. قبل اینکه سامانه بافتی گیاهان رو شروع کنیم باید به منشأشون هم دقت کنیم. همونجور که ما توی بدنمون این 3 تا بافت که مثال زدم، بافت ماهیچه‌ای، عصبی و چربی، برای به وجود اومدن از یه سلول واحد تشکیل شدن، یعنی همون سلول بنیادی، داخل گیاهان هم ما یه همچین عنوانی رو داریم که داخل گیاهان ما به سلول بنیادی میگیم سلول‌های مریستمی. سلول‌های مریستمی گیاهان که نقششون تشکیل و درست کردن این 3 سامانه بافتی هست، یه سری ویژگی دارن. ویژگی‌هاشون اینه که دائما در حال تقسیم شدن، فشرده به هم هستن، کوچک اما هسته درشت دارن. شکلش رو که اینجا میبینید یه سری سلولن که واقعا به هم فشردن، خودشون خیلی کوچیکن اما هستهشون واقعا بزرگه. و نکته بعدیشون اینه که واکول ندارن یا اگه داشته باشن خیلی کوچیک و تعداد کمش رو دارن. و سلولای مریستمی 2 نوع هستن: سلولای مریستمی نخستین و سلولای مریستمی پسین، که سلولای مریستمی نخستین در همه نهاندانگان پیدا میشه، ولی مریستم های پسین یا کامبیوم فقط در نهاندانگان دولبه است که این بحث و این موضوع توی گفتار سوم خیلی حائز اهمیته. سامانه بافتی که براتون گفتم، سامانه پوششی، زمینی و آونده، داخل گیاه به یه همچین شکلی قرار میگیرن. در بیرونی ترین لایه سامانه بافت پوششی، بعد زمینی و بافت آوندی. میتونیم بگیم بافت زمینی فضای بین بافت پوششی و آوندی رو پر کرده که در ریشه، ساقه و برگ محلهاشون رو میبینید. توی گفتار 3 با این محلهای این 3 تا سامانه خیلی کار داریم. خب میرسیم به اول سامانه گیاهان، سامانه بافت پوششی که سراسر گیاه رو پوشونده و کارش عملا محافظت از گیاهه. مثل پوست که جانوران دارن، گیاهان هم سامانه بافت پوششی رو دارن. در سامانه بافت پوششی ما 2 نوع داریم: سامانه بافت پوششی مخصوص گیاهان جوان روپوست و مخصوص گیاهان مسن پیراپوست. خود روپوست 4 نوع سلول داره، یعنی سلول های سامانه بافت پوششی روپوست به 4 نوع میتونن تمایز بیابن که انواعش اینجا هست. توی نوع اول به یافته‌های ترشحی میتونن تمایز پیدا کنن که یافته‌های ترشحی کارشون اینه که یه ماده به نام کوتین، ماده لیپیدی، ترشح میکنن و یه لایه محافظ به نام پوستک برای گیاه به وجود میارن. پوستک لایه محافظ لیپیدیه که در اندامهای هوایی گیاه روی گیاه رو پوشونده که کارش چیه؟ کاهش تبخیر آب، مانع ورود نیش حشرات و مانع ورود عوامل بیماریزا و همچنین مراقبت گیاه در برابر سرما. خب نوع دوم این سلولا نگهبان روزنه است که کارش محافظت از روزنه های گیاهه. روزنه جاییه که ما تبادل گاز رو داخل گیاهان داریم و تبادل بخار آب، که نگهبان روزنه تنها سلولیه در بین این 4 تا سلول که کلروفیل داره و میتونه فتوسنتز انجام بده. کارش هم تنظیم ورود و خروج آب و گاز هاست. نوع سوم این سلولا کرکه که کارش کاهش تبخیر آبه. چطوری؟ اینطوری که بازتاب نور حوالی روزنه ها رو افزایش میده. یه حالت سیخ سیخی داره کرک، همچین حالتی داره و حفاظت هم انجام میده، یعنی از حرکت حشرات روی برگ به ممانعت به وجود میاره. نوع 4 روپوست تاره کشنده است. شاید بپرسید چرا رنگ تاره کشنده فرق میکنه با 3 نوع قبلی؟ چون که 3 نوع قبلی مخصوص اندامهای هوایی گیاهن و تاره کشنده فقط در ریشه پیدا میشه، در ریشه های جوان، و محلش هم بالای مریستم نخستین ریشه است که توی گفتار بعدی با این موضوع کار داریم. نوع بعدی سامانه بافت پوششی پیراپوست یا پریدرمه که فقط در گیاهان مسن پیدا میشه، گیاهانی که بیشتر از 1 سال داشته باشن و لایه‌هاش لازم نیست این گفتار بدونید برای گفتار بعد. متشکل شده از پارانشیم، کامبیوم چوب پنبه‌ساز و چوب پنبه به ترتیب از درون به بیرون. و سلولایی که الان تدریس کردیم و یاد گرفتیم رو اینجا شکلش رو داخل کتاب میبینید که این سطح گیاه اگر باشه، این یافته‌های سیخ سیخی که اینجا میبینید بهشون میگن کرک، و این یاخته بزرگی که اینجا میبینید بهش میگن یاخته ترشحی که گفتیم ماده لیپیدی ترشح میکنه و پوستک رو به وجود میاره.
و اینجا هم که میبینید یه روزنه داریم این بخش و این دوتا سبز دو طرف بهشون میگن نگهبان روزنه. و در بخش این ور هم نگهبان روزنه از نمای کناری نگاه میکنید که دو تا نگهبان روزنه این بخش داریم، یه روزن این وسط داریم، یه لایه پوستک لیپیدی که روی یافته‌هاست و یافته‌های رو پوستی که گفتیم 4 تا میتونن باشن، حالا هر کدوم از اینا میتونن باشن. خب میرسیم به نوع دوم سامانه بافت زمینه گیاهان، بهش میگن سامانه بافت زمینه‌ای که خودش 3 نوع داره: پارانشیم، کلانشیم و اسکلورانشیم. که پارانشیم رایج ترینشونه یا رایج ترین سامانه بافت زمینه‌ایه، چون در هر 3 سامانه هست. جلوتر می‌بینیم که پارانشیم هم داخل سامانه بافت پوششی بود، هم داخل سامانه بافت زمینه‌ای و هم در سامانه آوندی. که دیواره نخستین چوبی نشده داره، یعنی سلولاش زندن. این هم تصویر سلولشه که می‌بینید دیواره نخستین نازک داره و یه سری لان روی دیواره نخستینش. توانایی هایی که داره: توانایی تقسیم شدن داره، توانایی بازسازی، فتوسنتز در بخش برگ و ذخیره. همونجور داخل این شکل می‌بینید یه سری بخش سبز اینجا هستن که کلوروپلاستن گویا، چون که میتونن فتوسنتز انجام بدن. یه نکته هم در موردش هست که گفتار بعد باش کار داریم، اینه که مغز ساقه دولپه و مغز ریشه تکلپه از پارانشیم تشکیل شده. این خیلی نکته مهمیه. نوع دوم سامانه بافت زمینه کلانشیمه که با اسکلورانشیم در یک زمینه شباهت هایی دارن که به کلانشیم میگن استحکام با انعطاف گیاه و به اسکلورانشیم میگن استحکام بدون انعطاف گیاه. حالا چرا انعطاف و بدون انعطاف؟ چون که کلانشیم سلولاش زندن، اسکلورانشیم سلولاش مردن. کلانشیم ضخیم‌ترین دیواره نخستین در بین این 3 تا نور رو داره، یعنی اینجا شکل گیاه رو که میبینید دیواره نخستینش واقعا ضخیمه و کارش استحکام هم هست، پس استحکامش میشه با انعطاف چون دیوارش زنده است. یه نکته داخل تست کنکور اومده بود اینه که دیواره نخستین کلانشیم غیر یک نواخته، همونجوری که اینجا میبینید فاصله اینجا تا اینجا یکی نیست و غیر یک نواخته. خیلی سوال عجیبی بوده و اینو بدونید دیگه، نکته‌ای که هست. و اینکه کلانشیم سطحی ترین بافت زمینه، یعنی در بافت زمینه‌ای نزدیک ترین بافت به بیرونی ترین لایه، یعنی بافت پوششی، همین کلانشیمه. از اون ور اسکلورانشیم که گفتیم استحکام بدون انعطاف، سلاش مردن، یعنی دیواره پسین چوبی شده دارن، لیگنین درشون رسوب کرده. خودش 2 نوع سلول داره: اسکلروید و فیبر. اسکلروید سلاش کوتاهن و در پوشش دانه‌ها پیدا میشن، مخصوصا گلابی که اینجا شکلشو میبینید. یه سلول کوتاه دیواره نخستین داره و یه دیواره پسین خیلی ضخیم. دومین نوع اسکلورانشیم فیبره که سلولاش درازن و در اطراف آوندها پیدا میشن و در ساخت پارچه و تناب نقش داره که شکلشو اینجا میبینید. سلول درازه که بازم دیواره پسین داره، پس مرده است و یه سری لان هم روی دیواراشون میبینید. یک نکته مهم در مورد اسکلروید هست اینه که لانهای سلولای اسکلروید یه سری انشعاب پیدا کردن در مرکز سلول. خب میرسیم به نوع آخر سامانه بافت آوندی، سامانه بافت گیاهان، سامانه بافت آوندی بهش میگن، که متشکل شده از آوندها، یعنی آوندهای چوبی و آوندهای آبکش به علاوه فیبر و پارانشیم. توی سامانه بافت زمینه‌ای که گفتم پارانشیم در هر 3 سامانه هست، الان داریم میبینیم توی سامانه بافت آوندی هم پارانشیم داریم، هم فیبر داریم و هم آوندها. توی سامانه بافت زمینه‌ای هم که پارانشیم بود، توی سامانه بافت پوششی هم پارانشیم داخل بخش پیراپوست دیده میشد. داخل پیراپوست ما پارانشیم رو داشتیم. پارانشیم واقعا جزء رایج ترین هست. خب سامانه بافت آوندی 2 نوع داره: آوندهای چوبی و آوندهای آبکش. آوندهای چوبی خودشون 2 نوعن بودن: عناصر آوندی و تراکیدها. عناصر آوندی کوتاهن و دیواره ارضی ندارن، اگه از بالا بهشون نگاه کنیم انگار شبیه لوله پیوستن. و تراکیدها دراز و دوکی شکلن که شکلشون رو این پایین داریم میبینیم. اینجا عناصر آوندی داریم که دیواره ارضیشون از بین رفته و از بالا شبیه لوله پیوستن و اینجا هم تراکیدها رو میبینیم که یه شکل دوکی شکل دارن و نازک و درازن. آوندهای چوبی دیواره پسین چوبی شده دارن، یعنی مردن و کارشون انتقال شیره خام در گیاه، یعنی آب و مواد آلی که از ریشه میگیرن. دومین نوع این سامانه بافت آوندی آوندهای آبکشیه که دیواره نخستین با رشته‌های سلولوزی دارن، یعنی زندن، و دیواره ارضی دارن که دیواره ارضیشون یه سری سوراخ داخلش داره که شبیه صفحه آبکشیشون کرده که بهشون میگن صفحه آبکشی. و همراه آوندهای آبکشی یه سری سلول همراه هم هست. حالا چرا؟ چون که آوندهای آبکشی درست زندن ولی هسته ندارن و چون هسته ندارن دیگه رناتن و ریبوزوم هم ندارن.
سلولای همراه کارشونه که برای آوندهای آبکشی ریبوزوم تهیه کنن که شکلشون این پایین میبینید. این یه سلول آوند آبکشیه که صفحه آبکشیش این بالاه و یافته‌های همراهش در این بخشن که ریبوزوم رو براش تهیه میکنن. خب و یک شکل دیگه هم از آوندهای چوبی که این بالا میبینید نحوه رسوب لیگنین داخلشونه که تفاوت سایز و ضخامتشون رو قشنگ به وضوح میتونید اینجا ببینید. این شکل مهمی که اینجا داریم میبینیم تشخیص نوع سلولای این بخش واقعا جز شکل‌های مهم کنکور واقع شده و خیلی مهمه که بدونید کدوم سلول کجا قرار داره. یه سری سلول خود کتاب مشخص کرده. برای مثال عناصر آوندی در این بخش وجود دارن که واقعا بزرگتر از بقیه سلولان و یه سری سلول دیگه هم هست که گفته تراکیدن که اینا که رنگ قرمز طور دارن اینها هستن و یه سری سلول کوچیک هم هستن که گفته اینا آوندهای آبکشی اینها. حالا فیبرها رو هم مشخص کرده که دور تا دور اینها رو در بر میگیرن. ما توی شروع این سامانه بافتابندی گفتیم پارانشیم هم داریم ولی پارانشیم رو کتاب مشخص نکرده. شاید خوب باشه بدونید که پارانشیم ها این سلولای بزرگن که دور تا دور این بخش رو در بر گرفتن. پس پارانشیم میشه دور تا دور این بخش. و این نکته خیلی مهم دیگه هم هست اینه که گفتیم صفحه آبکشی سلولای آوند آبکشی نمردن، زنده‌ان، هسته ندارن و دیوارهای ارضیشون یه سری سوراخ داره. پس میتونیم نتیجه بگیریم که داخل این سوراخ‌ها سیتوپلاسمشون در جریانه و با هم ارتباط داره. یعنی اینا یه جور شبیه پلاسمودسم عمل میکنن. و در نهایت میرسیم به این نکته خیلی مهم در مورد این چیزایی که تا الان خوندیم، اینکه اسکلورانشیم و آوندهای چوبی شباهتی با هم دارن، اینکه جفتشون دو نوع دارن و جفت سلولاشون مردن. اگه این نکته کنار هم ببینید شاید کمکتون کنه که در تستا قاطیشون نکنید. اسکلورانشیم گفتیم دو نوع داره، اسکلروید و فیبر، که اسکلروید کوتاه، فیبر درازه. آوندهای چوبی هم همین شکلی، عناصر آوندیشون کوتاه، تراکیداشون درازن. یعنی فیبر اسکلورانشیم و تراکید آوندهای چوبی شباهت‌هایی با هم دارن که این شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو نباید با هم قاطی کرد. در همین رابطه یه تست هست که تست کنکور داخل 1402 هست، با هم حلش کنیم. گفته کدام ویژگی یافته‌های کوتاه بافت اسکلورانشیم، یافته‌های کوتاه بافت اسکلورانشیم گفتیم که میشن اسکلرویدها، منظورش اسکلرویده، را از یافته‌های بلند یعنی فیبرها متمایز می‌سازد. در بخش مرکزی آنها فضای خالی وجود دارد. خب گفتیم چون جفتشون مردن دیگه پروتوپلاست ندارن، پس جفتشون فضای خالی دارن، نه یکیشون. توی گزینه دوم لیگنین در دیواره آنها به اشکال و تزیینات خاصی قرار میگیرد. این گزینه و این توضیحی که داده مخصوص آوندهای چوبی بود که من توی شکل نشون دادم، پس این هم نیست. علاوه بر انعطاف پذیری باعث استحکام اندام در برگیرنده خود نیز میشوند. انعطاف پذیری ندارن چون مردن و خط دیواره پسینه. و در گزینه 4 میگه که در دیواره آنها فرو رفتگی های مجرا مانند منشعب و غیر منشعب فراوانی دیده می شود. آره، چون که گفتیم اسکلرویدها داخل خودشون لان هاشون منشعبن، اون فیبر همچین گزینه رو نداشت، پس این گزینه میتونه این رو از اون یکی متمایز کنه. پس گزینه 4 درست. و یک سوال دیگه هم هست که گفته در ارتباط کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟ کنکور 98 داخل. ضخامت دیواره در یافته‌های آوند چوبی یک نواخت است. طبق شکلی که دیدیم همچین نبود. تراکید برای مثال ضخامتش خیلی کمتر از عناصر آوندی، پس این غلطه. 2. در دیواره ارضی یافته‌های عناصر آوندی صفحه آبکشی وجود دارد. صفحه آبکشی مال عناصر آوندی نبود، مال آوندهای آبکش بود. غلطه. 3. سیتوپلاسم یافته‌های تراکید از بین رفته است. گفتیم آره تراکیدها آوند آبکشن و آوندهای آبکش مردن. درسته. گزینه 3 درسته. گزینه 4 یافته‌های آوند چوبی در جابجا نمودن شیره پرورده نقش اصلی دارن. نه، گفتیم شیره خام رو جابجا میکنن نه پرورده. پرورده ما سلولای آوند آبکشی. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که واقعا مفید واقع شده باشه این ویدیو. منتظر نظرات خوبتون هستم و این رو هم بدونید که این فایل تدریس و فایل های تدریس چنل بایومهر داخل چنل تلگرام هم قرار میگیره که لینکش داخل دیسکریپشن چنل هست. موفق و پیروز باشید و خدا نگهدار.